ما شهر مکه آمدیم کمپانی زمزم مرحمت کمپانی رحمت که ما را یک دستگیری میکنن ما ایام نداریم کسی آمدنی باشه مرحمت کنند همه روزه نخیم کمپانی خدمت رسانی چه رای مردم همه بهترین همه جهاد همش بهترین سلامت باشین نه کوری رو بالا دای رحمت برای فاتتون همش همه روز باشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز خدا نگهبان هر یک کدیمشون باشه. اولش پروردگار و شما هستی که چقدر مردم نیازمند کمبغل محتاج نادار کمک میکنه. خداوند دلای شما رو باز هم باز کنه که در کارهای خیر با همه وقت پیش صف باشه. شخصانی که مقصد به همین کارها سرکار ندارن خدا دلای آرام باز کنه که به همین کارهای خیر کار خیر یا زبور نیست. یک دستی مادر را گرفتن، یک کمبغل، یک کامنتش اساس کردن، یگان جا مقصد یک حاجی که نمیدونم مترو راه نشان دادن، پاسول سر راه نشان دادن در همین شهرهای غربی در نظر دارم. در وطن باشه یک کمبیر به اجاره حالت فرزند نداره، یگان دستیار نداره، مقصد کمک شما کنه. خدا از همه تو راضی باشه. دوستان عزیز ما در زمزم مارکت قرار داریم، جایی که آفیسی زمزم عمره ما هسته، جایی که حسن، جایی که از همینجا برادری تتر سرکار داریم. طول 4 ماه شد ما چی برده استیم، حج برده آورده استیم. خطان دیده شده ویدیوهای ما را باز گروه ما الحمدلله 65 آدم در همونجا قرار داره. باز ما این باید 29 دوستانی که ما را خیلی قدیم صحبت کرده بودم 29 می بردیم از سببی که یعنی که راه بلدی ما در اونجا گفت من خودم برام بیارم شو چیکار کنیم یک گروه خوب تشکیل کنیم. ما تصمیم گرفته بودیم که 20 روزش میکنیم از حساب بلیط نیافتن ما، یعنی برای 20 روزه توغری کردن چیکار کنیم با 15 روزه. یک خبری خوشگل دارم که شخصانی که گراجدانی روسیه هستند، تاجیکستان هستند، ازبکستان هستند، فرق نداره. مقصد شهروند گیجوان کدام ایدرنی روسیه میروه $2000 یعنی $200 سکیتکا کردیم. در این چی میداره؟ زافترک ابد ویزا دام $2000 ویزا بردن آوردن راه بلد خدمت رسانی گاسنیچا سحر بگاه میخرن فقط به غیر ابد. دوستان عزیز من با دقت گوش کنید، ما دو وقت اوقات میتیم سحر زافترک اوژن. خوب دوستان بعد این ان شاء الله خدمه که شخصای ای تاجیکستان میروند ای وطن اساس جمع میگیر میشوند ان شاء الله و برادر یعنی تا او وقت پلاوین سومو شما میسپرن هم صحبت میشوند ویزاشو که برمدن روزی رفتن معین کشید در وطن اساس جمع میشن ان شاء الله برادرمو میگیره شو بچیا با ازبکستان میبره ای ازبکستان سوار میشن ان شاء الله با چرز بعضیش چرز دبی بعضیش چرز ترکیه میرن. یک سه در نظر بگیرید دوستان عزیز که میگه شما گفتیم ما ای تاجیکستان میبریم تو میاریم تو شما اومده راه پلی ما را به ازبکستان گرفتیم. دوستان یک سه به نظر بگیرید که ما ای وطن اساس همو راه بلد میگیره تو دم ماشین اما تا تاجیکستان و ازبکستان 200 سومون یا 100 چند سومون میسپوری همه خطون میتی همه خطون میتی یا به نظر بگیرید بعد نه که اینجا یک گپ گفته اونجا یک گپ گفته. کدومه که شهروند گیجوی که نباشی ای تاجیکستان در روسیه هم باشی ای تاجیکستان برای $2200 میسپاری. اگر شهروندی تاجیکستان باشه ای روسیه برای $2000 میسپاری. یعنی که بلیت اونجا اینجا فرق میکنه شرط با ام خاطره. این همین 15 دکبر اگر که کاروز ما 10-12 نفر ان شاء الله اونجا با تیارن همین ما گرفته هستیم تا 50 نفر اگر که تا همین دهم شاید بچوا شاید دهم دکبر پرواز کنیم. اگر اسپیتی آدم جمع کردن 50 نفر نکنیم 15 دکبر زور تا 14 15 ان شاء الله با پرواز میکنیم. رقمو در روی اکران زمزم عمره آدرسای ما در مترو پراسپکت میر آفیس داریم آکاش اشتگی یگان جا ما آنلاینی نیستیم میاد پلاوین اسوم میسپاری پاسپورت کپیش میسپاری ویزا پیزا تا توری میکنه پلاوین اسوم دیگه میسپاری کدوم اکای که رفتن اومدن ما را میبینه. اینا هاز با ما ویدیوها را پارچه میمونم ببینه که برادرها چقدر در همونجا شخصایی که در چریز کمپانی ما نرفته سودین الحمدلله برادرای ما راه بلدی ما شخصایی که در اونجا ما خطیم سرکار دارن برای خوابگاه و برای دیگه خدمت رسانی کمکشون میکنه. بعضیاش نمیدونن عمره را خیلی یکم روز دیگه روز نشان شده است ان شاء الله. خداوند از همه تو راضی باشه. میندارم خواهش میکنم از شما به خاطر خدا است یک بار دیگه من قید میکنم شخصانی که شرایط رفتن نداره شخصای سوم نداره التماس قرض نکنی نره. حج عمره حج فرضی به شخص را واجب و فرض میشه که شرایط خوب داره. بعضیاش قرض میکنن پدر و مادر یا خچون میروان بعد اسمیا با قرض میکنن خدای نکرده جون تا بگیره با این قرض اشتراکی میکنه. بعضیاش با جایی
هر یک شخصی که قرضی داره در حیات یک دفترچه باید داشته باشه. نویسگی مثال میگیم ای محمد جان، ای شریف جان، ای یعقوب جان اینقدر قرضی دارم، با ای پرش منویسه این قودم ای قرض داره، یعنی که این دفترچه باید هر یک مسلمان داشته باشه که پس ای سرت اگر مردی امک تا تقوت میگم کسی که مثال چی میگن دیدش اون قرضات بتیا تو عذابی چی میگن قبر دا گرفتار نشیم. باز میگم من بلا نیستم، الله شاهده 12 13 سوره میدونم، هم خمینم نمازای خودم میخونم، ایری شای دوست میدارم، ای توقیام دوست میدارم. من نه صوفیم نه سلفیم نه چیم، برادر مسلمان شما، فقط برای کار خیر کمتر کوشش میکنم. خداوند دعا کنه در حق موکی خطاگیای ما را ببخشه، دعا کنه در حق موکی همه وقت در راه مسلمانی در خدمت پدر مادر وطن عزیز تاجیکستان عزیز که من صد بارها میگم شما را که شکرانه آبادی وطن کنی. الله شاهده که شما با کیم چیو مینسه و بسیار کامنترات اودالید میکنم. من بگم که من تاجیکم ان شاء الله، مسلمانم الحمدلله، اما ملتم تاجیکای برای وطنم جون میتیم. خداوند همه تا نگهب داره. بعضی چیزایی هستن که درم پرای باید بگوینه که متاسفانه گفتن نمیتونیم. خداوند نگهبان خدمت گپ داره. بیا ان شاء الله رقمای منم بسیاری آدم میدونه، بیا قطعا از نزدیک گپ زنی. پس کامنتر هر چی ننویسه. خداوند کلی مسلمانا را خصوصا مردم تاجیکستان به خانه خدا رفتن نصیب بگردونه. بره بیا کدمه شرایط داره، کسی نداره. دعا میکنیم که شرایطتون ساز شه و پدر مادر و خصوصا خودتون رفته بیایید. السلام علیکم و رحمت الله. Assalomu alaykum ahli musulmonlar. Biz mana Zamzam kompaniyasi Umra kompaniyasi bilan hajga keldik. Hammasi o'z xizmatiga muvofiq ovqatlarimiz o'z vaqtiga birinchi, ikkinchi mahal ovqat. Hammasi aytilgan va'da bo'yicha puliga aytgan puli hammasi ichida. Olmasa makatiblo 5 minutlik yo'l derazadan ko'rib turadi. Xohlagan paytimizga umrib ziyorat qilib kelishimiz. Marhamat kelingizda hech narsa bergan aldamchilik yo'q. Mana Kabaga kelyapmiz. Xudo xolasa bu katta masjid. Kabani gazidagi katta masjid. Shu nasib qilgan